سلام عزیزان، امروز با هم میریم یه خورش ایرانی، خورش گوجه سبز رو آماده کنیم. البته خورش گوجه سبز رو هم میشه با گوشت قرمز و هم با گوشت سفید آماده کرد. من از مرغ استفاده کردم. یه دونه پیاز بزرگ رو خورد میکنم و کمی تفت میدم. بعد از اینکه کمی طلایی شد، حدود 2 الی 3 حبه سیر خرد شده اضافه میکنم. زمانی که سیر رو هم کمی تفت دادیم، مرغ رو اضافه میکنم و مرغ رو هم کمی تفت میدم. همینطور که گفتم شما میتونین به جای مرغ از گوشت قرمز استفاده کنین. من از ران مرغ استفاده کردم. دو طرف مرغ رو تفت میدم و بعد ادویه ها رو اضافه میکنم. مقداری زردچوبه، زنجبیل، فلفل سیاه و پودر پاپریکا اضافه میکنم و مرغ رو کاملا به این ادویه ها آغشته میکنم. بعد پیاز و مرغ رو داخل یک قابلمه مناسب میذارم. ببینین چون تابه استیل بوده یه مقداری تهش گرفته، آب رو توی همون میریزم. به اندازه کافی گوجه سبز استفاده میکنم. من از 20 عدد گوجه سبز استفاده کردم و یک قاشق غذاخوری پر نعنای خشک. از نعنای تازه هم میتونین استفاده کنین. کمی هم نمک اضافه میکنم. اگر گوشتتون گوشت قرمز بود نمک رو اواخر پخت اضافه کنین. بعد از جوش اومدن حرارت رو کم میکنم تا خورش بپزه و جا بیفته. اگر نمیخواین کاملا ترش باشه میتونین از 2 قاشق شکر یا مقدار کمی نبات استفاده کنین. خورش گوجه سبزمون آماده است. یه خورش خوشمزه و خوب و ملس. دوستان عزیز، جای همه شما خالی و خدا نگهدارتون.